سلام علیکم همدیاران عزیز. امروز من خوشبخت هستم که به خانه من و درگاه من دو شخص بزرگی جمهوری امان حاجی بابا که مهلت های سالهای طولانی برای آبادانی جمهوری ما، برای آبادانی وطن ما خدمت های بزرگ کردن و خانه من مهمانی آمدن. حاجی بابا آمده از لیمون های من تماشا کردن، از دیگر کارهای من تماشا کردن. یک دعا میتونم گفتم، من گفتم دعا رو به تمام اهل گروه تید. حاجی بابا چی گفتنی هستید؟ پروردگارا همچنین اسکندر زیادتر شوند، شاگردای اسکندر زیاد شوند، چونکه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که شخصی که به درخت و باغداری، شخصی که شاگرد میبرارد فیض و برکت او در چند است. از این خاطر من دعا میکنم که شخصیت های مثل اسکندر بای زیادتر شوند، آبادی وطن خوبتر آبادتر شود. رحمت. از این خاطر گفتنیم که هر کی را طلب است، حاجات است، مقصود است و مشکلات است، الله تعالی با فضل و کرم خویش برآورده خیر گرداند. پروردگارا صف چین شخصای مردای خدا را زیادتر گرداند و تربیتگری جوانا باشند. آمین. اکا حیدر شو؟ شما هم اکان سخن حیدر شوی که موضوع درخت حاجکه گفتن مهمی درخت و شنوندن درخت اهمیتش گفتن و که در جامعه چقدر در مهم است. خیلی سیاست دولت ما همین است، یعنی که به خریبی خطی قرار حکومت تاجیکستان قبول شد. رئیس جمهور خودشون توصیه دادن که در مدت 5 سال اخیر 2 میلیارد درخت باید شنونده شود. این یعنی هم اهمیت درخت است، اهمیت این باغداری است. و این خاطر هم همین تبلیغ برنامه انگور شما میرود بسیار اهمیت بزرگ دارد. این قدر مردم استفاده میبرند، این قدر هم در شنوندن و هم در نگاه بین، هم در طرز خوب اگراتیک نشد تجربهش آگاه میشن. این بسیار برنامه خوب است که خدمت خوب میکند. برای خاطر ما گفتیم که در این موضوع در حرفای زیاد دیگه تو یک بسیار شخصیت بزرگ روسی است که چند سال پیش وفات کردن، دمیتری خشاب. بعد میگه که با روسی قطعی میگه سامی любимые мои изречения میگه посадить дерево, если завтра будет последний день. یعنی که گفته است که اگر من دونم که پگاه روز آخرین من میرسه یه روز پیش درخت میشونم. و یک دانشمند بسیار خوب دیگر است، فرانسوی است، سالهای سال در مراکش که محقق قرآن بود، محقق عرفان بود. بعد یک حرف خوب می‌نویسد، میگه عجیب است که در قرآن از همه بیشتر درباره درخت و درباره مسجد حرف می‌رود. بعد میگه به نظر میرسد که انسان خداوند را در باغ بیشتر یاد میکند و در مسجد. در دو جا. و این درست است. در قرآن هم ولی حرف قرآن است، میگه که جنت تجری من تحتی الانهار. میگه بهشت آنجاست که درختان هستند و زیر آنها آبها روند. این قدر مهم است دیگه. برای خاطر ما بسیار می‌ندانیم از شما اسکندر که خیلی زحمت می‌کشید، خیلی کارا رو می‌کنید و حتی در همین جای تنگ شما دیده که خیلی یک زیاد نیست. یک تقریبا شما کار یک خیلی مردم در این آسان می‌کنید که از درخت می‌گیرن و آباد می‌کنن و چقدر کمک برای مردم می‌شد. و ان شاءالله که همیشه موفق باشید و تجربه شما را همه مردم استفاده برند. همدیران عزیز، ما یک جهان تشکر میگم حاجی بابا از خود دیکم ناحیه درواز آمدگان، این قدر راه رو طی کرده آمدگان خونه من. انا حاجی حیدر شاه اکم سابق وزیر کشاورزی که حوزی هم در برای وطن خدمت کرده ایستادن، حاجی رحمان اکم که این قدر در وظیفه‌های بلند خدمت کرده آمدگان، حوزی هم فقط کارشون درخشنانی و آبادکاری یک دقیقه تینج نمیشنن و فقط کارشون همین آبادکاری است. ما هم از نام اهل گروه با حاجی باباها عمری دراز میطلبیم، پرفیض و برکت. شما اصلا کسل نشوید. شما
صلح‌های طولانی، عمری دراز، با برکت دیگه هستید، با عمری دراز بینید و در بالای ما سایبان شوید، با ما مصلحت گر شوید. سلامت باشید. برکه یابید. پروردگار را در پناه رحمتش نگاه دارد. فیض برکت عزیز زیادتر کنید. الله اکبر.